برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود بر شما تماشابینان گرامی ما. حمد الله پاک را که باز ما را به دیدار هم رسانید. برنامه تحلیلی دیدگاه است و من شوکتی محمد با کمال میل برنامه را برایتان تقدیم میکنم. موضوع امروزه ما گӯшталобаки оилаи раисҷумҳур барои тиҷорати маҳсулоти нафтӣ ё худ бензину солярка аст. асотсиатсияи воридкунандагони маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъии тоҷикистон аз пешниҳоди имтиёзҳо аз пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ ба агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ ضمن واردات محصولات نفتی اظهار نگرانی کرده است. چرا اسوسیاسیایی که عملاً به شرکت فراز شمس الله صاحب تعلق دارد از رقیب کوچک هراس دارد و چه سری نهفته پس این کار پنهان است؟ در مکتوب اعضای اسوسیاسیا به عنوان رئیس جمهور امامعلی رحمان گفته می شود که تغییرات دخلدار به قانون درباره بودجه دولتی مخالف معیارهای قانون درباره حمایه رقابت می باشد. در این باره خبرگزاری از اپولوس اطلاع داده می نویسد که زیر این مکتوب دیرکتوری اسوسیاسیا یار احمد بیگ احمدوف و رهبران 18 شرکت وارد کننده محصولات نفتی و گازی مایع امضا کردند. مسئله قابل توجه این است که تماشابینان عزیز یار احمد بیگ احمدوف رهبر شرکت پرداخت سرویس است که قبلا شرکت فراز پرداخت نامیده میشد. یعنی از نفران نزدیک شمس الله صاحبوف که واردات سوزشواری به تاجیکستان را تقریبا مونوپولی کرده است. طبق معلومات هایی که به ما رسیده است، یار احمد بیگ احمدوف میان رو بین شمس الله صاحبوف و شرکتی وارد کننده محصولات نفتی و گازی مایع می باشد. یعنی این یار احمد بیگ احمدوف همان نفری است که از شرکت های وارد کننده 4% داریه شمس الله را جمع می کند. فهمیدید تماشابینان؟ با دقت اهمیت دهید. باید بگویم از سال 2014 هر شرکتی که به تاجیکستان سوزشواری وارد می کند باید از شرکت فراز اجازه گیرد. داماد تو را وارد کنیم مایلشمی یا نمی گفته. قیمت اجازه داماد تو را یعنی دالیه داماد تو را 4% محصولات وارد کننده شرکت ها می باشد. اسوسیاسیای وارد کنندگان محصولات نفتی و گازی مایع هم عملاً تابع شمس الله صاحبوف بوده. شرکت های دیگری عضو آن هیچ حق آواز یا قبول قرار را ندارند. این چه خیل؟ اینها با نام شرکت هستند و زیر چتر یک اسوسیاسیای متعلق به شمس الله صاحبوف آمدند. اما همه اشان یک گروه یک کفن هستند. این همه شرکت ها را شمس الله صاحبوف تنها زمان به خاطر می آورد که همین گونه امضاها لازمند. مثلا امروز برای رئیس جمهور نامه نوشتند، این 18 شرکت امضا گذاشت گویا، اما در اصل همون 18 نفر همین شمس الله صاحبوف خودش است. تمام مثل یک تورتنکی که 18 پاچک دارد. همین قدر. در مراجعت نامه که اسوسیاسیا نوشته است گفته می شود که
حسی واردات اعضای اسوسیاسیا در حجم عمومی واردات مواد سوزشواری 80% را تشکیل داده. همه ساله آنها به مبلغ زیاده از 1 میلیارد سومانی انداز پرداخت میکنند. 1 میلیارد سومانی. 80% بنزینی قابل نیاز تاجیکستان را انا همین اسوسیاسیون متعلق به شمسالله صاحبوف تامین میکند. گویا 18 شرکت تامین میکند، لیکن در اصل همین یک ترتنک. اینجا یک چیزی دیگر رو باید بگویم که انداز را حالا گفتن که 1 میلیارد سومانی انداز میسپاریم ما. اما باید بگویم که انداز را اساساً شرکت های دیگر پرداخت میکنند و سهم شرکت فراز در این پرداخت میزرنی است، ناچیز است خیلی. در حالی که خود شرکت فراز از وارد کنندگان سالانه حدود 300 میلیون سومانی دلار میگیرد و کمترین اندازه از آن نمیسپارد. همچنین شرکت فراز از واردات قاچاق بنزین از قرقیزستان که تا 1 ماه پیشتر ادامه داشت، هیچ باجو اندازه نمیسپارید. 1 تین هم نمیسپارید و سالانه تنها از همین حساب 10 میلیون دلار درآمد داشت. حجم واردات قاچاقی شمسالله صاحبوف را کسی نمیداند، اما حدودی تقریبا 100,000 تن در یک سال تخمین زده می شود. شمسالله نه از واردات و نه از فروش یک لخت چکنه بنزین قاچاقی انداز نمی سپارد. در همین حال تنها داریایی که از وارد کنندگان دیگر میگیرد نزدیک به درآمد همه 18 وارد کننده است. دقت دهید. در مکتوب اسوسیاسیا برای جمهور تاکید می شود که با وجود بالاروی نرخ چکنی مواد سوزشواری در جمهوری، فایده صافی شرکت های تحویلگر بر اثر بی‌قرب شوی نظررس سامانی در سطح سال پیشین 5% باقی میماند. 5% در یادتون دارید. یعنی تحویلگران با سرمایه گذاری صدها میلیون دلار و پشت سر کردن تمام مشکلات واردات، همه ریسک ها 5% فایده میگیرند. اما داماد رئیس جمهور، داماد توره، شمسالله صاحبوف در جای نشستش بدون هیچ ریسک از جایش نجنبیده، از آنها 4% دالیه میگیرد. اکنون دقت دهید تماشاگران عزیز. اینجا حجم تقریبی دالیه شمسالله از وارد کنندگان سوزشواری را هم می شود حساب کرد. ببینید امسال تاجیکستان نقشه دارد بر مبلغ 546 میلیون دلار مواد سوخت وارد کند. سلیارکه، بنزین، گاز، همه خیلی. از این میان 344 میلیون دلار برای خریدنی 531,000 تن بنزین سلیارکه و 202 میلیون دلار برای آوردن 442,000 تن گاز مایع پیش بینی شده است. یعنی دالیه شمسالله صاحبوف از این حجم حدود 22 میلیون دلار است. فهمیدید؟ دالیه شمسالله صاحبوف 22 میلیون دلار. تا 2 سال پیش به تاجیکستان حدودی 800,000 تن بنزین وارد می شد. یعنی داماد رئیس جمهور حدودی 30 میلیون دلار درآمد صاف تنها از دالیه از وارد کنندگان می گرفت. هد نفسی بده تشمال خوره.
خیر حالا این درآمدش عین حال 7-8 میلیون دلار کمتر شدگی. حالا 22 میلیون دلار درآمدی صاف دارد. این 22 میلیون دلار هم تماشابینان عزیز به گفتن آسان است. در جای نشست هیچ کار نکرده مفت. اکنون اینجا باید بگویم تماشابینان عزیز از 1 ینور تا امروز همین حدودی 3 ماه نرخ بنزین تمغه آی 92 در دوشنبه قریب زیاده از 30% بالا رفت. یعنی از 6.5 سومانی تا 8.5 سومانی برای 1 لیتر بالا رفت. نوع آی 95 27% بالا رفت. از 6 سومانی و 90 درم تا 8 سومانی و 80 درم بالا رفت. سلارکه سوزشواری دیزلی 13% بالا رفت. اگر نرخش سوزشواری دیزلی در ماه ینور 6 سومانی و 80 درم بود، حالا از 7 سومانی و 70 درم هم بالا رفته است. گازی مایع چی؟ گازی مایع هم در جایش نایستاد، بالا رفت نرخش 9%. اگر در ماه‌های ینور اولی سال 4 سومانی و 25 درم باشد، حالا 4 سومانی و 60 درم شده است. در حالی که طبق اعتراف در مکتوب آمده شرکت فراز 80% بازار واردات مواد سوخت در کشور را زیر کنترل دارد، از وارد شوی رقیب کوچک دولتی به این بازار نگران است. می‌ترسد، ترسیده ایستاده است. در مکتوب ذکر می شود که حصه اگنتی ذخیره‌های مادی نزد حکومت طی 2 سال اخیر 3% می باشد. 3% است. همگی 3%. اساسیات چی؟ 80%. 80% از وارد شوی 3% ترسیده است. مؤلفان مکتوب اساسیات نه انیخترش شرکت فراز انیخترش با شمس‌الله صایبوف تاکید میکند که امتیازهای به کارخانه وارد کننده دولتی داده شده خراجات آن را عاید به واردات مواد سوزشواری به طور نظررس کم میکند. درخواست میکند که به وارد کننده های زیرتابه فراز نیز چنین سبکی ها داده شود. انا مقصد رو فهمیدید؟ برای وی دادی؟ چرا برای من هم نمیدادی؟ در خلاصه مکتوب ذکر می شود که در صورت برعکس اگر همین امتیازی که داده شده است به اساسیاسیا داده نشود، اعضای اساسیاسیا با سبب فرقیت در هنرگذاری رقابت پذیر بودن نمی تواند و به ترک بازار مجبور می شوند. منه این اکنون التیماتوم برای رئیس جمهور باشد یا ارکگی داماد؟ اینجا چه سیری باشد؟ گفته مردک میخواهم همین سر را هم باید بدانیم. دقت دهید. تغییرات به بودجه دولتی سال 2021 درباره از پرداخت باج گمرکی، اکسیز و انداز از ارزش اضافه شده آزاد کردن اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت تاجیکستان 31 مارس همین سال از جانب پالات پایانی پارلمان قبول شد. نیم ماه پیشتر در وزارت مالیه بر این نظرند که امتیازهایی به اگنتی داده شده به بهبودی تامین بازار داخلی با محصولات نفتی اینچنین جهتی به اعتدال آمدن وضع نرخ‌ها به آن مساعدت می‌کند. دادن امتیاز به رقیب داماد رئیس جمهور
حتی اگر کارخانه دولتی است، اینجا دو سوال را پیش می آورد. ببینید تماشاگران عزیز، چگونه حکومت جرأت کرده است، حکومت این اگنتی یک کارخانه دولتی است. اینجا کنون دقت دهید تماشاگران عزیز، چگونه حکومت جرأت کرده است بر رقیب داماد دوست داشته امامعلی رحمان امتیاز دهد به شمسالله صاحبوف و شمسالله را از یک قسمت درآمدی مفتش محروم سازد. چگونه؟ اینجا یک سوال دیگر به میان میآید تماشاگران عزیز، چرا شمسالله صاحبوف جای این که این مسئله را در سر دسترخوان اویلوی با پدر عروسش امامعلی رحمان مطرح کند به او نامه می نویسد؟ نمیشد همین چیز را در سر یک پیاله چای حل کنید؟ نه، نامه نوشته است. چرا؟ اگر کسی فکر میکند که امامعلی رحمان منفعتی دولت و مردم را از منفعت های دامادش بالاتر گذاشته است، خطا میکند. در حد اقل 12 ساله اخیر چنین تجربه وجود نداشته است و در گمان است که رئیس جمهور در روزهای وزنین دامادش که از قاچاق توسط قرقیزستان محروم شد او را از لقمه دیگری محروم سازد. ظاهرا اینجا سیر دیگری وجود دارد. در پی دادن امتیاز به اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری، رستم امامعلی می ایستد. رستم با این راه می خواهد وارد بازار سوزشواری شود و با سوء استفاده از امتیازهای دولتی قسمت از بیزنسی یزنه اش را صاحب شود. بیزنسی شمسالله صاحبوف را. رستمم پدرکنی کار خودش را کرده ایستاده است. سالهای آخر با سرعت وارد تجارتی کلان شده ایستاده است و توسط خالدینگ اوستا گروهش که از طرف برادران میرزایفا اداره می شود، یکی پس دیگر بیزنس های بزرگ را غصب می کند. از جمله بیزنس های یزنه ها و خواهرانش را. بازار سوزشواری که صدها میلیون دلار گردش دارد نمیتواند از نظر رستم پنهان ماند. رستم حالا تجربه خوبی سوء استفاده از مقامات کارخانه های دولتی را دارد و میتواند در کوتاه مدت بر رقیب اصلی یزنه‌اش در بازار سوخت محصولات نفتی تبدیل شود. و شمسالله بیچاره چون نمیتواند نه مستقیما با رستم وارد بحث شود نه به پدر عروسش از او شکایت برد، مجبور می شود با نامه دست جمعی به رئیس جمهور مراجعت کند. انمی خیلی. شما چی فکر دارید تماشاگران عزیز؟ به شمسالله این مکتوبش به پدر عروسش کمک میکند؟ مکتوب رسمیش. من فکر میکنم که هرچند اگر رستم وارد بازار شده نیست، در گمان است که مکتوبش به شمسالله کمک کرده تواند. حالا اکثر بیزنس های بزرگ به اعضای خانواده رئیس جمهور تعلق دارند. این در هیچ جای هیچ یگان تجارتی روغندار نمانده است که اینها غصب نکرده باشند. انکنون وقتی یکی از آنها وقتی میخواهد که وارد بیزنس دیگر شود، از کجا وارد بیزنس دیگر می شود؟ دیگر بیزنس ها هم آخر صاحبش همین اویلا است. این داماد وی داماد، این خواهر وی خواهری رستم یا خود رستم. اگر فرض کردیم رستم خواست که یک بیزنس دیگر رو هم از خود کند، باید یکی از خواهرانش
با رستم روبرو شود، در مقابل رستم باید باشد. این هم همین خیل، در هیچ جا هیچی نمانده است. یکی از این دادر خواهرها اگر یک بیزنس دیگر رو گرفتن خواهر، باید به قلمروی خواهر، یزنه، دادر عروس، تقا یا خدا تجاوز کنند. یعنی همین خیل است. تاجیکستان به اینها یک بازار است، همه بازار رو گرفتند. انکنون دیگر چیزی میگرفتن نمانده است. انکنون بین خودشان گوشتلابک سر شده است. دوستان عزیز، اینجا نهایتی برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگری ما را از شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی روی موجی ماهواره‌ای یوتلسات تماشا کنید. ضمیمه برنامه های رادیویی ما هم در پلی مارکت و هم در اپستور قابل دریافت و نصب است. همچنین شما می توانید برنامه های رادیویی ما را از وبگاه رادیو پیام نقطه نت گوش کنید. برنامه های ویدیویی ما در شبکه یوتیوبی پیام تیوی حفظ می شوند. هرگاه دلتان خواست می توانید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی وارد شده برنامه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما را تماشا کنید. الله نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید، هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6.